در حال جستجو در منابع مختلف بودم و به این فکر می‌کردم که بتونم داستان تاثیرگذار و هیجان انگیزی رو پیدا کنم که چشمم به داستان آرش و لیلا خورد. سلام و درود میگم. نرگس هستم و به چنل سفر در زمان خوش آمدید. روزهای خشک و گرم تابستان 1524 در شهرستانی دور افتاده از کشور دو کودک به نامهای آرش و لیلا زندگی می‌کردند. آرش فرزند یکی از مردان تاثیرگذار و ثروتمند شهرستان بود و در باغ‌های پدرش کار می‌کرد. لیلا نیز فرزند یک مزرعه دار بود و به کشاورزی علاقه‌مند بود. در آن دوران شهرستان تحت سلطه یکی از امپراتوران قدرتمند قرار داشت و مردم در زمینه فرهنگ و آموزش محدودیت‌هایی داشتند. آرش و لیلا صبح‌ها در حال تلاش و کمک به خانواده بودند و بعد از ظهرها در محله‌های کوچک شهرستان به دنبال داستان‌های تاریخی بودند. یکی از روزها آرش و لیلا برای شنیدن داستان‌های تاریخی به یکی از محله‌های قدیمی شهرستان رفتند. اونجا با یه پیرمرد دیدار کردند که به آرامی در حال گفتن داستانی بود. اون داستان یه قهرمان بزرگ به نام رستم رو روایت می‌کرد. رستم قهرمانی بود که در دوران باستان با خرد و قدرت بی‌نظیر خود در مقابل دشمنان می‌جنگید. اون به همت و تلاش خود مردم رو از نابودی نجات میداد و به تمامی افراد شجاعت و امید میبخشید. داستان‌های رستم پر از ماجراهای هیجان انگیز مبارزات دشوار و پیروزی‌های فراوان بود. آرش و لیلا با تمام وجود به داستان‌ها گوش می‌کردند و از یادگیری اخلاقیات و مفاهیم ارزشمندی که در داستان‌ها تلقیح شده بود استفاده می‌کردند. آنها از روحیه شجاعت و حماسه رستم الهام گرفته و در زندگی خود این ارزش‌ها رو به کار می‌بردند. سالها گذشت و آرش و لیلا بزرگ شدند و به دو جوان باهوش و پرتلاش تبدیل شدند. آنها همچنان به تلاش برای بهبود شهرستان ادامه می‌دادند و برای رسیدن به آرمان‌های خود تلاش می‌کردند تا اینکه با هم ازدواج کردند، اما همچنان دست از تلاش بر نداشتند. دوستان گلم، اگه این داستان رو دوست داشتید اونا رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و چنل ما رو سابسکرایب کنید تا بتونید در ادامه داستان‌ها در کنار ما باشید. داستان آرش و لیلا نشون میده که هر فردی با تلاش، شجاعت و ایمان به خود میتونه تغییری مثبت در زندگی خود و جامعه اطراف خود به وجود بیاره. این داستان تاریخی نه تنها یه داستان هیجان انگیزه، بلکه یه الگوی الهام بخش برای همه ماه که با تلاش و ایمان به خود میتونیم به اهدافمون دست پیدا کنیم و تغییری مثبت در دنیای اطرافمون به وجود بیاریم.